در منطقه سوخت 45000 اطفال به مؤسسات تعلیمی تا مکتبی فرا گرفته شدند که دام یک سال اخیر این آمار همگی 2% افزایش یافته است. به این ترتیب طبق معلومات رئیس معارف ولایت سوخت معلوم می شود که حالا بیش از 235000 کودک در شهر و نواحی شمال تاجیکستان برای رفتن به باغچه‌ها در کنار ماندند. این رقم 77% شمار کودکان را تشکیل می دهد. در تاجیکستان فراگیری اطفال به مؤسسات تا مکتبی یعنی باغچه‌ها از مشکل جدی ساحه معارف کشور شمرده می شود. حکومت تاجیکستان در دایره قبول برنامه دولتی استراتژی ملی جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 انتظار دارد تا سال 2025 فراگیری شمار کودکان را تا به 30% افزایش دهد. فعلا در شمال تاجیکستان 282 عدد کودکستان‌ها عمل می‌کنند و ساختمان چندین باغچه‌های نو جریان دارد. در هر یک محله اهالی نشینه که امروز یک مقدار معینی خواجگی‌هاشون هست، باید که حتما یک میدانچه ورزشی و یک کودکستان ساخته شود. این سپارش مقامات اجرایی شهر ناحیه‌ها گرفتگی هستند. آنها در اساس همین کاربری کرده ایستادند و همه ساله آنها هم نقشه رو میگیرند. ساختمان هم از جهت صاحبکاران هم از حساب بودجه دولتی و دیگر منبع‌های مبلغ گذاری برآورده شده است. این نقشه که 30% ما باید تامین کنیم این اجرا شونده است. ما نقشه دورنامه ما هست. این که ما پوره از عهده فراگیری 30% کودکان سنی تا مکتبی برآمده می‌توانیم. مسئولین سبب به طور کافی فراگیر نشدن اطفال در کودکستان‌ها را از مشکل کمبود باغچه‌ها در شهر و نواحی سوخت می‌گویند.